همه دخترایی که سوراخ مبارکشون پلمپه و باکره هستن و از کشورهای مختلف میارن دبی تا این تخم سگ تونلشون رو افتتاح کنه و هر عربی که پول بیشتری بده اتوبان دختره رو اون افتتاح میکنه. رفقا سلام. سلام و کیر خر. امروز یه فیلم داریم پر از سایزای مجلسی و حاجی پسند به نام دختران خریدنی. اول فیلم این دوتا جیندا یعنی مونیکا و دوستشو میبینیم که برای هم تعریف میکنن تا حالا به چند نفر از پشت دادن و برنامه بماله. یه جای دیگر رو میبینیم که این دختره به نام امی با 3 تا پسر شرط بندی کرده که اگه ببازه باید شورت رو در بیاره و میمی ها رو هم نشون بده. بانو دست اول رو میبازه و تنبون رو به باد میده. دختره میگه من همه پولاتون رو میگیرم که پسره میگه بیا سرشو بگیر. اما دست آخر دختره واقعا همه پولا رو میبره. داداش سلطان کیرم تو شانست. آخی بمیرم برات، تو هم بدتر از من، چقدر بدشانسی. امی پولا رو میده تا توی مسابقات زیبایی شرکت کنه که از شانس تخماتیکش پاشنه کفشش میشکنه و به گا میره. یه گوشه نشسته داره گریه میکنه که این یارو میاد میگه من جاکشم، یعنی من شغلم جاکشیه اما اسمم دیمیتریه و میگه اگه میخوای پول در بیاری باید کف پاهاتو رو به آسمون کنی. موقع ناهار بیا اینو بخور، تری بخوری که محسوس خودته، فیسه. میپرسه که تو پلمپی یا قبلا هواکشو به باد دادی که امی میگه هنوز درهای ورودیم باز نشده. جان مونیکا هم که اول فیلم دیدیم اومده و به دختره میگه تو هم میتونی مثل من پول در بیاری، فقط باید لاچاکو باز کنی. دارن میرن برای شلپ و شلوب که مادر امی عصبانی میاد اونجا و بهش میگه سوراختو سفت بگیر دختر که به باد نده و میبردش. فردا عزیز دل وقتی حسابی داغ کرده یواشکی میره پیش مونیکا. مونیکا هم بهش میگه دیگه شلش کن و 80% لذت رو ببر. یه لباس تنش کردن که جون و میفرستنش تو اتاق و تونل و اتوبان تهران شمالش رو افتتاح میکنن. دلت نخواد. گلم دیگه خوشش اومده و همیشه لنگاش هواست. کلی پسرای دیگر رو هم امتحان میکنه. حتی تیم فوتبال شهر تو صف هستن تا به نوبت دخول کنن. یعنی سوراخ طفل معصوم رو قشنگ زخم کردن. ای خدا. جیندا خانوم بعد از اینکه همه شهر رو آباد کرده با اون دختر مونیکا میره مسافرت تا یه استراحتی به اون سوراخ مبارک بده. این پسره به نام سام رو میبینه که هرچی داف شاستی بلند تو شهر بوده رو جمع کرده و داره تو کشتی بار میزنه. توی هتل با همون پسره داره قمار میکنه که امی جان همه چیشو میبازه و آخرش میگه سوراخ ما تحتم روی بقیه پولا. جیندا خانم این سوراخش هم میبازه و به باد میده. مادر امی بالاخره پیداش میکنه و میگه دختر خیلی جیندایی، دیگه سایزت شده اینقدر. به مادرش میگه من یه هدف دارم، هدفم پول در آوردنه. من کیرم تو اون هدفه. آدم میاد پله هنرمند رو میشکونه. فردا این داداش شنبول به دستمون یعنی سام که سوراخ امی رو پسندیده میاد و اونو استخدام میکنه تا براش دخترای باکره پیدا کنه. امی هرچی سایز حاجی پسند و مجلسی که میتونه جور میکنه و میبره برای مهمونای سام و بعد هم کارای خاک برسری. اونایی هم که بار اولشونه و واقعا ادای تنگا رو در میارن و همونجا افتتاح میکنن. این یارو جانشین پادشاه دبیه که یک کادو به امی میده و میگه این 10 تا دختری که آوردی خیلی خوب بودن و تا ناموس باشون حال کردم. 50 تا دختر دیگه میخوام. بزرگوار حالا به سوراخ دخترها رحم نمی کنی؟ به کمر خودت رحم کن کونکش. دنبال فوش میدی کونکش. امی میگه به جان موزت قسم دیگه دختر باکره‌ای تو شهر نمونده، صغیر و کبیرشون رو تو نمودی. پس میره به لهستان
تا 50 تا دختر دست نخورده پیدا کنه. اونجا یه دوست پسرم پیدا کرده که تا حالا بهش نداده، یعنی فقط برای اون خار داره. من خیلی بدشانسم. 7 روز تا جشن بزرگ عربا مونده. امی 49 تا دختر دست نخورده پیدا کرده و اونا رو سوار هواپیما میکنه. وقتی که میبینه مهمونداره بالا و پایین ردیفی داره، همونجا فیل مجلس مخ مهموندارم میزنه و اون میشه نفر 50. این هواپیما مستقیم میره به بهشت. ای کاش منم تو هواپیما بودم. قول میدم یه گوشه بشینم، کاری نداشته باشم، فقط نگاه میکنم. بچه کجایی اینقدر زرنگی؟ بابا بزن به چاک. همه دخترها تو دبی سوراخ‌ها رو هوا کردن و دارن آفتاب میگیرن که سام میاد و میگه خشتکاتون رو جمع کنید و چند تا از اون خوباشون رو انتخاب میکنه. این جینده ها رو میبره پیش این عرب کونتاقا که قیافش شبیه بقیه پول خیارشوره. شیرون توی صورته. میگن هر کی بتونه این خارکسته رو، یعنی این عربه رو بخندونه، پول خوبی میگیره. بخند دیگه کونکش. باید درارم کیرمو بکنم تو اون صورت کیریت. و بالاخره یه لبخند کیری میزنه. سام عاشق امی شده و میگه امی همون یار و همدمیه که من میخوام باهاش زندگی کنم. اما دوست پسر امی یه دفعه میاد و جلوی سام یه لبوی اساسی از دختره میگیره. ای غریبه میچونه یار تنی دست بمونه امانه. شبش یه پارتیه و همه دست به تنبون شدن و دارن برای اینا میمالن. سام بهش میگه درز تو فقط برای منه و دوست پسر تو باید ولش کنی. داداش حالا سند که نزدی، بذار بقیه هم یه فیزی ببرن. تو چی میگی؟ چرا خسیس بازی در میاری؟ وقتی برمیگردن هتل میبینن که دزد به هتل زده و همه پولای دخترها رو برده. همه دخترها بی پول با یک کیسه زباله تو شهر آواره شدن. جینده ها سرگردونن. شبش میرن به کشتی عربای خرپول و کلفت. منظورم گردن کلفته ها. و تا دسته خدمات زیرنافی بهشون میدن. گردن کلفتن به دست سگا. توی مهمونی یکی میخواد به زور لاچاک امی رو باز کنه. دختره با شیشه میزنه تو سر یارو و سامم میاد و جلوی یارو رو میگیره و خودش امی جان رو میبره تو اتاق و تا صبح به 3 روش سرخپوستی و 4 روش سائو پائولویی ترتیبشو میده. دوست پسرش میاد و از امی خواستگاری میکنه. داداشمون فکر میکنه که امی تو کار مدلینگه و نمیدونه که جینداست. به تو چه؟ همونجا تو ساحل لخت میشن و برای اولین بار به دوست پسرش میده و خلیفه رو به بغدادش وارد میکنه. پسره میگه پس چرا اینقدر گشادی؟ که دختره میگه یه چند بار بکنی اندازه میشه. داداش بهت انداختن تا دسته رفته توت. چند سال گذشته و اونا ازدواج کردن و یه دختر بچه کوچولو هم دارن. یه روز که امی از سر کار میاد خونه میبینه سام اومده اونجا و بهش پیشنهاد میده که به میادین قهرمانی برگرده. اما عزیز جان میگه دیگه تنگش کردم و قبول نمیکنه. فردا امی میبینه که فیلم رابطه هاش داره تو شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه. تازه شوهرش میفهمه که علت گشادی اون تونل چی بوده. منم سرگشته حیرانت ای بمیرم برای اون دل سوختت داداش. پدر شوهرش اونو از خونه بیرون میکنه. برو بشکونی دورینم دست رو پدره. و امی جان دوباره به شغل شریف دادن مشغول میشه تا پول در بیاره و بتونه دخترشو بیاره پیش خودش. با بقیه دخترای جیندا میرن دبی. میبردش پیش شاهزاده ببلطلا و میگه اگه برای اونم پاهاتو هوا کنی کلی پول گیرت میاد. دختره که میره تو اتاق میفهمه شاهزاده همونیه که با شیشه اون شب زده بود تو سرش. نه تو میگم. و حسابی خایه میکنه. سوراخ و سفت میگیره و فرار میکنه. سر به بیابون گذاشته. توی بیابون شاهزاده دست به شنبول پیداش میکنه و میگه کونت پاره است. ناله کن کونکش. میبردش به خونش و جلوی چشمای سام میزنه تا فی خالدون با امی آمپول بازی میکنه. بعد از یه رابطه خشن دختره با سوراخای پاره برمیگرده که پلیس دستگیرش میکنه. به خاطر این گلمو میفرستن زندان.
تا اونجا هم حسابی از خجالتش در بیان. بعد از چند سال آزاد میشه و دیگه سوراخ‌ها رو بازنشسته کرده. تو یه دکه داره کار میکنه. تازه به سام میگه که اون دختر بچه‌ای که دارم از توه، نه از شوهرم، و تو بودی که مخزن منو پر کردی.